سلام. بعد از نمایشگاه فرش و نمایشگاه آرت که امشب هم تموم شد، خیلی از من سوال کردن که ما چجوری آثار خودمون رو بیاریم. فرش‌های نفیس داریم، کارهای دست داریم، نقاشی‌های خیلی گرانبها داریم، نمیدونم خیلی تکنیک‌های جدیدی انجام دادیم، تو خیلی جاها نیست و خب همشون هم بر من عکس‌ها و فیلماشون رو فرستاده بودیم و خیلی خوشگل بودن. حالا یه چیزی که هست، چند تا نکته‌ای که اینجا هست شما بخواید انجام بدین، این که خب نمایشگاه آرت مختلف دیگه‌ای هم برگزار میشه و خب همه نمایشگاه‌های پولی‌ان و آرتیست ها حتما از قبل بعد معرفی بشن و اون نمایشگاه هایی که حالا داره تو کل دبی برگزار میشه خیلی مثلا فرمتشون اینجوریه که شما باید خیلی برند شده باشین. این خیلی اهمیت داره که شما مثلا بین مردم شناس باشین و بشناسنتون. نمایشگاه این مدلی تر نیاز نداره، حالا کمک میکنه اینکه شما برند باشین یا حتی مثلا یه استادی که کارش خیلی خوب باشه بیاد اونجا و مثلا بخواد آثارش رو بذاره، خب خیلی بیشتر برای مردم جلب توجه میکنه. اما امکان این هم هستش که به صورت گروهی بخواید شرکت بکنید. حالا خیلی ها میگفتن که ما چجوری بیایم، خودتون کمکمون بکنید. خب توی داستان نمایشگاه من میتونم برای مثلا دفعه بعدی که میخواد کمک مثلا این کار انجام بشه بهتون کمک بکنم که چه کار بکنید، چه ثبت نام بکنید و خب همه بخوایم مثلا چند نفر رو انتخاب کنیم با همدیگه هم انجام بدن این کار، بیان مثلا کاراشون رو با همدیگه بذارن و امکانش هست. یه حالت دیگه‌ش هم اینه که خب مثلا برامون پیش میاد که خیلیا اجراهای خصوصی اینجا میخوان داشته باشن و یه سری هنرهای خیلی خاص دارن، یه سالن‌های به خصوصی رو میخوان بگیرن یا تو هتل برنامه دارن که خب از مشتریای ما هستن و مشاوره و خدمات مثلا مارکتینگ و ادورتایزینگشون با ماست و ما میتونیم مثلا توی اونجا بیایم یه همچین شرایطی رو بذاریم که کسایی که میخوان آثار خاصی دارن، هر کار دستی زیبایی که دارن انجام میدن رو بتونن مثلا بیارن توی اون برنامه هام ارائه بدن. در هر دو حالتش من سعی میکنم تمام اینا رو اطلاع رسانی بکنم توی اینستاگرامم که شما هم مطلع باشین و بتونید زودتر براش اقدام بکنید و بتونید مثلا این آثار رو بفرستین. تو بقیه کاراش هم هرچی مربوط به اینجا باشه تا جایی که من بتونم و اطلاعات داشته باشم بهتون کمک میکنم.